که انتقادگر هستند و ایرادگیر هستند رو خواستیم یک کمی بیشتر بررسی بکنیم. همونطور که در ویدیو قبلی راجع بهش صحبت کردیم، ببینیم که ریشه این اخلاق و رفتار از کجاست و چرا این انسان‌ها دوست دارن که ایراد بگیرن و انتقاد بکنن از هر چیزی از اطرافیانشون. اول از همه میخوام این موضوع رو از دید روانشناختی بررسی بکنیم و چرایی این رو پیدا بکنیم. از لحاظ روانشناختی افراد با شخصیت انتقادی از یک سری نیازهای روانی برآورده نشده برخوردار هستن. یک سری نیازهای روانیشون برآورده نشده و یا یک سری سیستم دفاعی هست که در ضمیر ناخودآگاه اونها شکل گرفته. مثلا این افراد نیاز شدید دارن به اینکه محیطشون رو و اطرافیان و دیگران رو کنترل بکنن، چرا که این کنترلگری به اونها احساس امنیت میده. مثلا کسی که در کودکی در یک محیط پرهرج و مرج و بی‌ثبات بزرگ شده، در بزرگسالی با کنترل و ایرادگری میخواد اون حس آرامشی رو که در کودکی به اون دست پیدا نکرده پیدا بکنه. این افراد ضعف‌ها و نارضایتی‌های درونی خودشون رو بر روی دیگران اعمال میکنن و به عبارتی برای پوشوندن اون احساس حقارت یا ضعف شخصیشون به انتقاد کردن و ایراد گرفتن از دیگران روی میارن. در واقع انتقاد کردن از دیگران به صورت موقت به اونها حس برتری میده، چون نگاه تحقیرآمیز به دیگران این خلأ درونی رو در اونها پر میکنه. گاهی اوقات ریشه های خانوادگی و تربیتی هم داره این مشکل. در خانواده هایی که والدین بسیار کمالگرا بودن و بسیار انتقادگیر بودن، کودک یاد میگیره که هیچ چیزی کافی نیست و این الگو در بزرگسالی هم تکرار میشه. کودکانی که هرگز مورد تحسین قرار نگرفتن و یاد میگیرن که دنیا رو و دیگران رو با لنز انتقاد نگاه بکنن. اگر کودکی والدین خودش رو مدام در حال این ببینه که مدام دارن از همدیگه نقد میکنن، مدام دارن از همدیگه ایراد میگیرن، همین رفتار در درون خودش در واقع شکل میگیره و درونی میشه. حالا اگر بخوام از لحاظ زیستی و عصبی این رو بررسی بکنیم، دوستان این افراد انتقادگر در قسمت آمیگدال مغزشون یک حساسیت بیش از حدی وجود داره و این باعث میشه که افراد بیشتر روی تهدیدها و اشتباهات تمرکز کنن. همونطور که میدونید قسمت آمیگدال مغز مرکز تهدید، مرکز ترس هست و قسمتی که وقتی شما دچار ترس میشید، دچار یک فضایی میشی که در یک فضا و محیط قرار میگیری که اونجا برای تو تهدیدآمیزه، اون قسمت از مغز در واقع فعال میشه. در مغز افرادی که انتقادگیر هستند قسمت آمیگدال مغزشون بسیار بسیار حساس هستش و سطح پایین سروتونین هم میتونه افزایش تحریک پذیری و تمایل به واکنش‌های منفی باشه. ویژگی‌هایی مثل وسواس یا کمالگرایی میتونه ژنتیکی باشه، یعنی این امر هم میتونه به لحاظ ژنتیکی و وراثتی انتقال پیدا بکنه. در واقع اینجور اشخاص افرادی هستند که به شدت احساس ناکافی بودن میکنن، برای کنترل موقعیت یا افزایش حس ارزشمندی از دیگران انتقاد میکنن و ایراد میگیرن. احساس تنهایی یا طرد شدگی اونها رو، عزت نفس اونها رو کاهش میده و دنبال این هستن که بیشتر انتقاد بگیرن که دوباره بتونن در معرض توجه باشن و کنترل همه امور رو به عهده بگیرن که این کنترل کردن و تحت کنترل گرفتن به اونها یک حس قدرت، یک حس برتری میده و این براشون بسیار بسیار خوشایند خواهد بود.